آقا چجوری سرطان میل رو مدیریت کنید؟ سخت که هست، اما به همون اندازه انگیزه بخش هم هست دیگه. به همون اندازه بهت حال خوب منتقل میکنه. صبح که میای سلام علی، سلام محمد، سلام مریم، سلام فلانی، سلام، میدونی این به همون اندازه انگیزه بخش هم هست دیگه. درد سراش زیاده، انرژی مثبتی که میده هم زیاده. در مجموع بین اینکه تو با دیگران کار بکنی یا بدون دیگران، مسلما من شخصا با دیگران 100%. اینکه تو اصلا ممکنه یهو فرضاً میگم اصلا تریدر خیلی حرفه‌ای باشی یا آرتیست خیلی خفنی باشی، ماهی هم خدات من پول در بیاری، اصلا هیچ، هم میلیارده که تو حسابات ریخته، ولی یه جایی خسته میشی. حتی از تو خونه بودن ما نیاز داریم به تنوع. تو فرض بگی اصلا من میگم پدر و مادر، ما که دیگه از پدر و مادر و زن و بچه که دیگه عزیزتر نداریم. تو هر روز صبح مثلا پدر و مادر تنها کسایی باشن که میبینیشون، بعد یه مدت زده میشه، خسته میشه. ما که خسته نمیشه. ما که خسته. نه میدونم حرف درست. چرا؟ ببین ما انسان ذاتش، تو وقتی میری بیرون دوستاتو میبینی، بعد میای پدر و مادرتو میبینی، این فرش بودنه باقی میمونه. میگم وگرنه تو الان نگاه کن، مثلا فرض بگیر اون حرارته، این که تو هر روز تالنت‌های جدید بهت اضافه میشه، آدم‌های جدید میان، هر کدومشون یه اصلا چالش‌های جدید داری. خب حیات انسان به این تعامل اجتماعی شده. تعامل اجتماعی ازش بگیری دقیقاً هیچ چی ازش نمیشه، فرج میشه. نه خیلی از خلاقیتش از بین میره. تو میگم مگه همه چی پوله؟ ببین ما پول نماد چجوری بهت بگم، اون جوی آف لایف، لذت زندگی که نیست. ما یه لذت از زندگی داریم. طرف ممکن خیلی پولدار نباشه ولی خیلی لذت میبره از زندگیش. ممکن هم یه یاروی از صبح تا شب از اینا هست که مثلا 10 تا مانیتور دارن، استراب پول میکشه یارو رو. مثلا میری میبینی تو ولتش مثلا 100 نمیدونم بیت کوین مثلا پول هست، ولی یارو لذتی نمیبره، اصلا زندگی نمیکنه. خب چه فایده؟ نه من یه لحظه جداشم مثلا ممکنه 10 بیت کوین مثلا ضرر بکنه. بابا چه زندگیه؟ چه زندگیه؟ زندگی نیست این، ضرر. شغل تعمس نه درآمدش خوبه، آرامش نداری. اینا همه رو بعدا باید خرج کارتون استرس ندارید. چرا اینجا استرس زیاد داره. یه جواب مطلوب 2 هفته سر کار نباشه چی میشه؟ 2 هفته چه 2 روز نباشه، همه دارن اینجا کال بازی می‌کنن. میخوام بگم بحث زندگی شما الان سخته، یعنی شما لایف استایل یه جوریه که سختش میشه. یه کاری که ما الان میگم ما منظورم تمام شرکت‌ها و استودیوهای موفق همین کار انجام میدن، اینه که تو تیم سازی کنی، اعتماد کنی به آدم‌هایی که آدمای با تجربه‌ای هستن، استفاده بکنی از توانایی‌هاشون. اینجوری پیش رفتی؟ ببین اگه واقعا این باشه که نه. من خیلی دیگه بهت اعتماد میکنم، چون قبلا اصلا ببین یعنی تو تک تک قسمت‌ها خودت بودی. میدونی چی میگم؟ دوزش خیلی کم اومده پایین. من میگم سیستم موفق سیستمیه که خودش پیش بره. دقیقاً. خب این نیاز نباشه تو مثلا هول بدی اون سیستم، دیگه اون سیستم نیست دیگه، چرخ دستیه که تو داری به زور هولش میدی. چه خوب. پدری به اون سمت میری. آره. خیلی خوبه. خیلی زیاد ما الان بچه‌هایی داریم که از بچه‌های قدیمی جدید اینا متخصصای خیلی خوبی داریم که اینا دارن کوچ میکنن. خب کلی آدم زیر دستشونه. اون میزان وابسته همین الان که ما با همیم اون داخل دارن کارا رو انجام میدن بدون اینکه نیازی به حضور مثلا من باشه. تعریف سیستم الان همه دارن کال میزنن، جواد نیست. یه سوال بپرسم، اگه واقعا مثلا قبلا 100% خود درگیری بود، الان فکر می‌کنی چند درصد مستقیم خود درگیری؟ فکر کنم 1000%. خب بله، تعریف سیستم در زون‌های جدید، در مارجین‌های جدید، کارهایی که قبلا می‌کردم و الان نمی‌کنم. مثلا ببین این که تو چقدر نسبت به قبل درگیرتر شدی که اصلا غالبا باید بیشتر شده باشه نه کمتر. آقا معنی سیستم سازی اینه که کمتر بشه دیگه. نه معنیش اینه که تو میری اکسپلوریشن های جدید انجام میدی، میری کار جدید انجام میدی، کار مهمتر انجام میدی. همش شد کار که از زندگی کنم. من آخه الان موضوعمون کاریه، من در مورد نحوه خوشگذرانی که حرف نمیزنم. محمد کار گذشته گرفتی طرف یه کار دیگه کردی برای خودت. من یه زمانی مثلا انیمیشن کار می‌کردم، یعنی الان هم انیمیشن کار می‌کنم. منظورم اینه که من مشخصا درگیر این بودم که فرضاً این مدل خوبه یا بده،
الان درگیر اون نیستم. الان مثلا فرض بگیر دارم کارگردانی میکنم، خب الان دارم مثلا تهیه کنندگی میکنم، الان یهو مثلا فرض بگیر میخوایم یه مدیای جدیدی رو مثلا تعریف بکنیم، اصطلاحاً اون مایکرو منیج و حالا سیستمای مثلا فرض بگیر چیزی رو من گذاشتم کنار. خیلی خوبه. خیلی خوبه. اینه که دیدت ویژنت قشنگ اومده بیرون، از بالا داری دایرکت می‌کنی. 10 سال پیش یا مثلا 12 سال پیش چیزایی رو چک می‌کردم که الان آدمای دیگه دارن اون چه کارو انجام میدن و خیلی بهتر از منم دارن انجام میدن. چه آدمای آپدیت تری ان دیگه، با آخرین استانداردهای روز دنیا دارن چک میکنن. اگه من می‌خواستم با سواد اون موقع چک کنم مثلا شاید ضربه می‌زدم به سیستم. پس بعد اعتماد کرده به این آدما. تو الان چجوری میفهمی که مثلا فرضاً علیرضا باسواده یا نیست؟ بالاخره تو باش تعامل میکنی، صحبت میکنی، میفهمی که از نظر تو آدم باسواده. ما نسبت هم غریبه نیستیم، ولی اگر نسبت به یه سری غریبه باشیم میخوام اون اعتماد رو چجوری میاریم؟ ببین زمان مشخص میکنه، تعامل در مرور زمان مشخص میکنه. تو پلکانی اعتماد میکنی، درسته؟ اعتمادم سوء استفاده کنم توی جاهایی که مثلا ضربه بخوره پروژه. ببین لزوما سوء استفاده نیست، ضربه میخوری. بله ممکنه بعضی وقتا یه اون آدمایی که بهشون اعتماد کردی ممکنه در یه موقعیتی تصمیم اشتباه بگیرن، ولی اون بخشی از مدیریت اتفاقا. مگه خود من اشتباه نمیکردم؟ اونها هم اشتباه میکنن. تو هر بهترین مدیر دنیا رو هم بیاری ممکنه اشتباه بکنه. مگه ببخشید آقای ایلان ماسک توییتر رو خرید با 40 میلیارد دلار، الان قیمتش شده 4 میلیارد دلار. ایلان ماسک یهو مثلا همچین ضرری میکنه، تو این اسمشو میذاری اشتباه مدیریتی چیه؟ بهت میگن از ذات بیزنس. یه جای دیگه 1000 برابر سود کرده، یه جای دیگه ضرر. خب بعد اگه اختلاف ویژن داشته باشی، مثلا توی مسیر رو برای شرکت در نظر گرفتی، تو اون لحظه تو پروژه اون طرف یه ویژن دیگه داره. ببین اول اینکه دنبال آوردن آدم‌هایی که فقط تاییدت بکنن نباش، چون اصلا پیشرفتی رو نمی‌کنه. دنبال آدمایی باید باشی که باشون تضارب و آرا بکنی. لزوم آدمایی که ممکنه خیلی هم نظر تو نباشن، ولی خلا از هم دیگه پر کنی. یعنی یه حفره‌ای رو اون از تو پر بکنه و تو هم یه حفره‌ای از اون رو پر بکنی. بالاخره یک چیزی هست که اون بلده من بلد نیستم و برعکس. این آدما بعد چی میشه؟ اون یه کلشی به وجود میاره دیگه. مثلا بهش میگه که الان هوا گرمه، بریم مثلا کولر بخریم. میگه نه چرا کولر بخریم؟ سایبون بزنیم. الان دما طوریه که با سایبون کارمون راه میفته. کولر برای چی بخریم؟ داره باید مخالفت میکنه. دستور تو این بوده که بریم کولر بخریم. ولی اون میدونه که تنها راه کولر نیست. تو میخوای مشکل گرمات برطرف شه، اون میگه من با سایبون حلش میکنم. چیکار داری؟ مختلف بتونه دیگه. پس این که تو یه سری آدم بله قربانگو تو سیستم داشته باشی خیلی هم خوب نیست. تو آدمی میخوای که همین مثال کولر و سایبون باشه. تو ممکنه نیازت واقعا با این سایبون برطرف شه،